ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه النسائی رحمه الله. حضار گرامی، برادران نهایت محترم، به سلسله جمعه های گذشته که در مورد ضوابط و موانع تکفیر گپ زده بودیم که کی یک انسان کافر گفته میتونیم، یکی از جمله موانعی که نمیتونیم کسی را کافر بگوییم خطا است. یک انسان اگر خطااً یک کاری را انجام میده یا فعلی را یا گفتاری را میگوید که او گفتار کفری یا فعل کفری است، لیکن از روی خطا میگه نه از روی قصد، بازم ای را ما کافر گفتن نمیتونیم. از او خاطر یکی از جمله موانع امی است. اینطور نمیشه که یک نفر از زبانش یک سخن خطا بره و تو دستی او را کافر بگویی تا وقتی که قصد نکرده باشه. الله متعال بندگان خود طوری مکلف کرده در آن چیزی که یارا مؤاخذه میکنه که یا در توان و طاقتشان باشه. کدام اموری که در توان و طاقت انسان نباشه الله متعال از او صرف نظر میکنه، او را مؤاخذه نمیکنه. نه تنها در مسائل عام، حتی مجتهدین، کسایی که اجتهاد در امور دین میکنه، در صورتی که خطا شوه الله متعال وارا مؤاخذه نمیکنه، بلکه اگر در امر مشروع باشه، یعنی از جنس شکار مشروع باشه، خطا شده باشه، الله برش اجر میده. اگر از جنس مشروع نباشه، مثل شرک واره، ولو که در شرک خطا شده باشه، اگرچه اجر برش داده نمیشه لیکن عذابم برش داده نمیشه. در امور شرک اگر کسی خطا شده باشه او دیگه در خطایش اجر نداره، اما در امور دیگه که از جنسش مشروع و روا باشه خطا شده باشه، در او الله متعال واره اجر میده. خو شرط است که می آدم قصد کرده باشه اتباع پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خب بعد از او خطا شده باشه. دوم است که تلاش کرده باشه، تحقیق کرده باشه به مو اندازه که الله برش امکانات مساعد کرده، در ما حولش هر قدر وسایل و اسبابی که هست در کار انداخته باشه. دو شرط. سوم شرط است که آدم بعد از اینکه تحقیق کرده و نظرش کار کرده به یک امر، آل منتظری گپ است که اگر یک دلیل حق برش واضح شوه بالکل از این منصرف میشه، باز میگرده. اگر این شرطا را داشت و مجتهد خطا شد، از او خاطر الله متعال از او معاف میکنه. در جمعه پیشینگه براتان حدیث خواندم که پیغمبر علیه السلام میگه الحاکم اذا حکم، وقتی که حاکم فیصله میکنه فاخطأ، او خطا بکنه فله اجر، برای از او اجر است. از او خاطر اینطور مجتهد امو عملی که میکنه او بالکل ثواب داره، الله متعال ثوابش ضایع نمیکنه. خصوصا از روی اعتماد و ثقه بودن از او که یک تعداد مردم تابعداری از او را میکنه، از او سوال میکنه و او مطابق علم خود فتوا داده. البته به این نیت مردم از او سوال میکنه که حکم شریعت از قرآن و حدیث برام جواب میگه. این گپ همیشه در ذهنتان باشه. همین مردم که در مورد تقلید گپ میزنه میگه کلگی مقلد است، هر کس که شما از علما سوال میکنین این تقلید است. این تقلید نیست. اگر یک عامی سوال میکنه از عالم، از این خاطر سوال میکنه که عالم معلومات کافی و مهارت در قرآن و حدیث داره و هرگاه برای ما جواب میده جوابش به دلیل و از قرآن و حدیث است. زمانی که برش این گپ ثابت شود که این عالم قرآن و حدیث معلومات نداره،
همیشه فتوا را از شکم میده. اگر این سوال میکنه این سوال غلط و نادرست است. از امو خاطر است که ما در مسائل دینی خود الله ما را مکلف و مامور ساخته. فاسالوا اهل الذکر، نگفته که فاسالوا من البس ثیابا چیست ابیضا. نگفته الله متعال که شما سوال کنی از او شخصی که کالای سفید پوشیده باشه. قرآن میگه اهل الذکر، کسی که معلومات و مهارت کافی در کتاب الله داره از او سوال بکنه. از او خاطر امروز که مشکلات برای مردم ما جور شده، از همین خاطر جور شده که مفتی کلگی است. اگر او در درجه افتاء رسید، اگر نرسیده، او معلومات کافی داره یا نداره. تأسف در اینجاست که حتی در مدارس ما مفتی کسی را میگه که فقط از امو فتاواها یک چند دانه مسئله را استنباط کرده بتانه جوابش داده بتانه. حالا که مفتی نیست، به نظر ما اگر کسی را مفتی میگه خطا میکنه. اگر مدرسه سند میده او مدرسه هم خطا کرده. به خاطر ازی که مفتی کسی را میگه که جواب از روی دلیل قرآن و حدیث به مردم پیش میکنه، از او خاطر که حکمش قوی باشه. ولی با تأسف حتی در مدارس ما که کدام سند فتوا داده میشه او برای او عالم داده میشه که او عالم فقط و فقط چی را امی قدر میتونه که به یکی از کتابای فتوا مراجعه کرده میتونه و سوال جزئی تو را از او فتوا گرفته میتونه. حالا که مفتی نیسته، این را خو یک آدم یک اخبار نویس هم میتونه. یک سوال برای کسی بده مراجعه به یک کتاب میکنه، از او کتاب امو مسئله را پیش میکنه. این را مفتی گفته نمیشه. ولی با تأسف آلی حتی به سطح مراکز دینی ما همچون مردکه را سند فتوا میده. از همون خاطر دنیا خراب شده. مفتی های قدر زیاد شده، نامی خود مفتی مونده، سند از کراچی گرفته، اما فتوا را نمیدانه که فتوا چی است. فتوا اول در کجا مراجعه میشه، حکم از کجا پیدا بکنی، چه قسم آدم بکنه، این شرایط نداره. منظوری میسته که الله متعال ما را مامور کرده به این که ما از اهل ذکر باید سوال بکنیم. از اهل ذکر که سوال میکنی به این نیت سوال میکنی که سوال مرا ای مطابق قرآن و حدیث جواب میگه، از او خاطر تو سخنش قبول میکنی. اگر برات واضح شوه که از قرآن و حدیث برای ما جواب نمیگه، هیچگاه تو پیروی از او را نمیکنی و گپش قبول نمیکنی. پس از او خاطر مجتهد وقتی که کسی از او پیروی میکنه به این خاطر پیروی میکنه که این نمی دلیل دی مسئله پیش میکنه او این را اتباع میگه. تقلید و اتباع فرقش دمی است که از روی دلیل اگر دنبال کسی رفتی این را اتباع گفته میشه. اگر بی دلیل در کسی از این نیستی که خدا کنه این دلیل داره یا نداره، ما فقط اینمی را بری خود امام جور کردیم، اینمی را تقلید میگه که قبول قول غیر بی دلیل پشت از این نمیگردی که از دلیل جواب گفته یا نگفته. اینی را تقلید میگه و اینا درست است در دین ما. ما باید سوال بکنیم از او کسی که تو سرش اعتماد داری که از روی دلیل بر جواب میگه. اینمی مجتهد وقتی که خطا میشه الله متعال برش اجر میده. از او خاطر عملی که به او اجتهاد خود میکنه بالکل او ماجور است. و کسی که به این نیت از او سوال کرده که عالم دین است، عالم قرآن و حدیث است و تحقیق خود کرده و ما از این پیروی میکنم، یا هم گناهگار نیست، الله ثواب برش میده. اما بعد از اینکه برش واضح شوه هم به خودی امی مجتهد و هم به کسی که از امی مجتهد سوال میکنه، آینده اگر برش معلومات پیدا میشه که در اجتهاد خود این عالم خطا شده، خود عالم هم از اجتهاد خود برمیگرده، اگر نگشت سر از او پافشاری کرد، اینجا الله متعال مؤاخذه میکنه. چرا که یک شارع یا قانون مقرر کننده خود مقرر میکنه نعوذ بالله در دین، حالا که صلاحیت این نداره. و هرگاه کسی که تابعداری از این را میکنه پس از اینکه برش معلوم شد که مجتهد در اینمی مسئله خطا شده بازم دنبال از او روان است، اینمی تقلید شرک میگه. به خاطر از اینکه بعد از وضاحت دلیل تو نعوذ بالله ارباب بری خود جور کردی. رب جور کردن امی را میگه. الله که نصارا را مذمتش بیان میکنه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، علما و بزرگای خود که بغیر از الله رب جور کرده بودن امی بودن که اطاعت در او چیزایی را میکردن که وا حلال و حرام برش بیان میکرد یا از او اطاعت میکردن بلا دلیل. خب برش معلوم بود که نمی نیسته، لیکن چون فلانی گفته خلاص مأموره عمل میکنم، این نادرست است. چرا؟ میفهمی که حقی جانب است، آیت قرآن اینجاست، حدیث اینجاست، بازم تو میروی پشتی امو عالمی تا گرفتی که نه عالمی من اینطور گفتم از عالمی خود چی میکنم پیروی میکنم. اینی تقلید نادرست است.
شرک به خاطری است که تو غیر از رسول الله که او را الله برای تو امام جور کرده، مقتدا مقرر کرده، او را گذاشته حدیث پیغمبر و گرفتی در مقابل ازی ای را برای خود امام جور کردی. بسا مردم این انتقادات اعتراضات میکنه. شما مردم کلی تقلید شرک میگیم، ما کلی تقلید شرک نمیگیم. و تقلیدی که نمیتونه آدم از قرآن و حدیث، از آیت و حدیث خبر میشه و باز هم میره پشت عالم خود گرفته عمل با آیت و حدیث نمیکنه. باز اینجا در مقابل پیغمبر الله پیغمبر مقرر کرد، امام مقرر کرد، از او تابعداری میکنه، اونجا باز ما بر شرک میگیم. به هر ترتیب خطا یکی از جمله موانع است که اگر کسی خطا شوه، سخن خطای کفری را بگویه، عمل خطای کفری را بکنه، این را ما کافر گفته نمیتونیم. از او خاطر علما خطا را دو قسم کرده، یکی قولی است و یکی هم فعلی است. قولی مثلا نعوذ بالله کسی به الله دشنام بده، به پیغمبر الله دشنام بده، لیکن خطااً قصدش نباشه، یا است که سجده به غیر الله بکنه خطااً. اگرچه علما یک تعداد اختلاف داره که خطای فعلی معاف نیست، خطای قولی معاف است لیکن فعلی معاف نیست، لیکن آیت قرآن عام است. یعنی اینجا الله متعال کسی که خطا میکنه او را معاف کرده. در سوره احزاب الله متعال میفرماید ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم، نیست بالای شما مؤاخذه و گرفت در گناه در آن چیزی که شما خطا میکنه، فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن الله مؤاخذه میکنه شما را با آن چیزی که قلبایتان قصد کرده، تصمیم گرفته، در او الله شما را مؤاخذه میکنه. چرا در خطا نمیگیره؟ خطا در وسع انسان نیست، از کنترل و از قدرت و توانایی انسان بیرون است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله انسان به اندازه توان و طاقتش مکلف کرده. فاتقوا الله ما استطعتم، الله ما را مکلف کرده به اینکه از مخالفت امر الله خودداری کنیم به اندازه که توان داریم. زمانی که توان از دست میدیم در اونجا الله ما را مؤاخذه نمیکنه، بلکه آیت که خواندم دعایی که مؤمنا میکنه، و مؤمن کسی است که الله بیان میکنه صفات مؤمنا را، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. بعد از او الله از جمله صفات مؤمنا ایرم میگه که یاد دعاهای خود میگه ربنا لا تؤاخذنا این نسینا او اخطأنا، ای پروردگار ما را نگیری اگر چیزی را ما فراموش کردیم یا خطا کردیم. فراموشی و خطا فرق داره. رمضان است، در یادت نیست که من روز هستم، شروع کرده گلاسای آب خوردی، نان مکمل خوردی، در یادت نیست که من روز هستم، مکمل شکمم سیر کرده، یک دفعه در یادت آمد که من روز هستم، روزیت بجای است، روزیت مکمل است، الله متعال تو را دی نمیگیره، معافیت میکنه. چرا فراموش کرده؟ یکی خطا است. خطا ای را میگه که مثلا تو مزمزه میکنی در دهنت و یک دفعه ناگهان چی میشه؟ در گلونت آب خطا میخوره، ای را خطا میگه. فرق است بین خطا و نسیان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث میگه اینجا وقتی که آیت مؤمنا گفتن، صحابه امی دعا را کردن، الله متعال در جوابشون گفت قد فعلتو، بله ما انجام دادم. دعای امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله قبول کرد. یعنی من شما را به خطا و به نسیان مؤاخذه نمی کنم، نمیگیرم تانه. از او خاطر اگر کسی خطا میشه الله متعال مؤاخذه نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما ان الله تجاوز عن امتی الخطا و النسیان، الله متعال درگذر کرده از امت ما در اموری که خطا میشه یا از روی فراموشی صورت میگیره، و مستکره علیه، و در آن چیزی که سری از جا زور کرده میشه، اکراه میشه و یا مجبور میشه، در اون جمع الله متعال یارا نمیگیره، مؤاخذه نمیکنه. این حدیث به چندین کلمات نقل شده، عفی عن امتی، در بعضی الفاظ رفع عن امتی الخطا و نسیان آمده. پس از این معلوم میشه که در خطا و نسیان الله متعال مؤاخذه نمیکنه، در احکام آدم نمیگیره. این دلیل عام است. دلیل خصوصی از این یک شخص الله متعال بیان میکنه، پیغمبر علیه السلام میفرماید که الله متعال به توبه بندی خود آنقدر خوش میشه که هیچ حد و اندازه نداره. الله اکبر. به یک انسان الله بسیار رؤوف و رحیم است. واقعیت صفت الله را باید بشناسیم. زمانی که در قرآن کریم در هر مورد شما کلمه غفور و رحیم و رؤوف و رحیم میشنوه، انسان بسیار باید بنازه،
بسیار باید بفهمه که الله چقدر احسان بزرگ سرت کرده. و بنده تو خیلی ناقص هستی، و بنده تو خیلی در درجه کمال نرسیده، از توی قدر نواقص صورت میگیره که هیچ پرسان نکو. لیکن برای جبیری کلی امورت الله توبه را مقرر کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه، حدیث مسلم روایت میکنه انس رضی الله عنه و میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لله اشد فرحا بتوبه العبد. بالله قسم، یقینا الله خیلی زیاد خوش میشه، خیلی زیاد خوشوقت میشه به توبه بنده خود. از چی کده؟ حین یتوب الیه، زمانی که رجوع میکنه به سوی الله، گناه کرده، خطا کرده و آلی پشیمان شده، اظهار ندامت میکنه، به سوی الله رجوع میکنه، الله بسیار خوش میشه. از خوشی کی کده؟ من احدکم، از یکی از شما، از خوشی یکی شما. کدام یکی شما؟ کان علی راحلته، که باشه سوار بالای مرکبی خود، به ارض فلات، در سرزمینی که نه آب داره نه گیاه داره، هیچ چیزام وجود نداره، در دشت و بیابانی برابر شده ای که هیچ چیز وجود نداره، لیکن امرای مرکبی تو خوراک و چیزای نوشیدنیت موجود است. یعنی پشت پناه توی نمی قدر گپ است که امیر باید از دست ندی، مرکب از دست ندی. چرا؟ دشت و بیابان است، هیچ چیز وجود نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الله از اینمی شخص کرده زیاد خوش میشه به توبه بنده خود. این شخص چی خوشی داره؟ آلی بیان میکنه فلتت منه، از این امیر راحله یا مرکبش خلاص شوه، الا شوه و بره و بدر بگریزه. و علیها طعامه و شرابه، و بالای اینمی مرکبش چیزی خوردنی و نوشیدنیش باشه. فایس منها، مرکب بره و این مردکه بالکل مایوس شوه که دیگه در دست نمیآید. چی میکنه؟ آلی در دشت و بیابانی که هیچ چیز پیدا نمیشه، مرگ از هر طرف سرش آمده را ایسته. فایس منها، ناامید شو از راحله خود، از مرکب خود. فاتا شجرتا، بیاد پیش درخت، یک درخت پیدا کنه، در زیر درخت بشینه. فاستجع فی ظلها، در سایش پالو بزنه. قد ایس من راحلته، ناامید شد از مرکب خود که مرکب رفته. فبینه هو کذالک، ناگهانی آدم به می فکر و چورت است و قرار خواب رفته، یک وقت از خواب بیدار میشه. فاذا هو بها قائمتا، ناگهان این شخص مرکب خود استاده دم روی خود میبینه، عنده که در پیشش است. فاخذ بخطامها، از مهارش بگیره. ثم قال، بعد از بگویه من شدت فرحه، من شدت الفرح، از زیاد خوشحالی چی بگویه؟ اللهم انت عبدی و انا ربک. نعوذ بالله. یا الله تو بندیم هستی، من ربی توستم. از دست خوشی گفته خطا شده. حدیث چند موضوع را برای ما اشاره میکنه. اصلی مقصد حدیث خویسته. بنده تو میدونی که الله به تو بید تو چقدر خوشحال میشه؟ دمی طور موقعی که تو از هر طرف اسباب مرگت مهیا بود و از بالکل ناامید بودی که دیگه من خلاص هستم، از دنیا رفتم، چرا این دشت و بیابان زدم، خود کشیدم نمیتونم، هیچ چیز خوردنی و نوشیدنیم برای من موجود نیسته، حالی بی از بین رفتم، خلاص از امو خاطر از دست زیاد غم و فکر تو قرار زیر درخت خو رفتی. و ناگهان که از خواب میخیزی، مرکبت در پیش رویت استاده باشه، چقدر خوش میشی؟ حیات دوباره به انسان که میاثر میشه چقدر خوش میشه، چقدر خوش میشی. رسول الله میگه الله به توبه بنده خود از یک قدم خوش میشه. میدانی بنده قدرت، میدانی بنده؟ به الله قسم که الله کفار ده جهنم هر قسم عذاب بده انوزم کم است. چرا که به این بنده خود الله این قدر موقع میده که تو هر میدان گناه را دویدی، هر میدان گناه را قطع کردی مسافیشه، ولی بازم الله متعال برای تو توبه مقرر کرده، ولی تو بنده درک نمی کنی رؤوفیت و مهربانی الله متعال. بفهم دیگه آلی بعد قطع تو چی معامله شوه؟ گناه کرده ای، هر قسم گناه، از شرک و کفر گرفته تا هر قسم گناه را.
اما الله متعال برای تو میدان گذاشته و برات میگه که توبه کو و به این توبه تو الله از تو کده که دمو طور حالتی که تو قرار گرفته بودی خوش میشودی، الله از او کدم خوش میشه. الله را خوش میکنی یا نمیکنی؟ ما چه قسم نعوذ بالله کل عمر مستغرق هستیم، رؤوفیت و رحمانیت الله را درک نمیکنیم، نمیشناسیم و همیشه غرق گناه هستیم. چرا رجوع نمیکنیم به سوی الله خود؟ حدیث مقصدش امی بوده، لیکن مسئله دیگه از پیشش ثابت شد. این چی بود؟ یادم خود کلمه را گفت که کفر بود. عبد خودش هست، رب الله هست. ای الله را میگه تو بندیم هستی، من ربی توستم، لیکن قصدن از دل نگفته، از دست زیاد خوشحالی خطا شده، کلمه را برعکس گفته. الله متعال نمیگیرش، هم عفو میکنش. کلمه کفر است. این دلیل خصوصی است که یک کسی کلمه کفر بگوید قصد قلبش نباشه، عمل کفر انجام بده قصد قلبش نباشه، الله مؤاخذه نمیکنه. وقتی که الله مؤاخذه نمیکنه، تو جناب چی تو رو را کافر میگی؟ تو جناب چرا جهنم برش واجب میدانی؟ تو جناب برش حالی چی میگی که زنت از پیش طلاق شده؟ هرگاه یک کسی را یک عمل کفریش میبینی یا سخن کفریش میشنوی، دستی جرأت نکن که تو کافر شدی، دستی جرأت نکن. فتوای کفر گپی عادی نیست. دیدی؟ موانع را دیدی؟ چقدر موانع وجود داره که یک آدم کی کافر گفته میتونیم. ماستیم یک روز فقط در اخبار آیت شنیدیم، از تلویزیون شنیدیم، در تفسیر خود ما دیدیم، خلاص دیگه مفتی جور شدیم. نوشته کو فلان کافر، فلان کافر، فلان کافر، فلان مرتد، فلان 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 فلان. فقط تو را الله معذب کرده به می خاطر که اینی کارا را بکو. و این گپا را کلش کی میکنه؟ که خدا منسوب به منهج سلف ها میکنه. مردم میگه که ای منهج سلف، هیچ چی قسم منهج سلف است؟ یک نفر نمانده کلگی را مرتد و کافر گفته. تو فهمیدی؟ معلومات داشتی؟ تو را والله قسم معلومات داشتی که کسی را کافر کی بگویم؟ دین ایره نمیگه که فقط تو یک حدیث و یک آیت شنیدی خیر و خلاص مطابق از او فیصله کرده رایستی. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میآید که ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه، الله متعال نمیکشه علم همونطور که از سینه مردم بکشه، لیکن الله علم که قبض میکنه به قبض علمای ماهر، علمایی که معلومات داره، علمایی که تقوا داره، علمایی که درباری نیست، علمایی که پشت مادیات نمیره، علمایی که نعوذ بالله فقط برای اخذ سند خود سلفی خود دعوا میکنه، لیکن میره و در دامن او کسایی که صحابه را لعن میگه، طعن میگه، از تکمیل قرآن منکر است، برای از او زانوی شاگردی میزنه. او طول علما را ما نمیگیم. او علما نه، علما پیشش نه معیار است، نه تابعداری پیغمبر معتبر است، نه عزت و احترام صحابه معتبر است، هیچ کدامش نیست. او علما را ما نمیگیم. علمایی که واقعا پابند کتاب الله و سنت رسول الله باشه، معلومات داشته باشه، مطالعه داشته باشه، جمع بکنه، نصوص جمع بکنه. اونو تو علما را الله قبض میکنه، خود به خود در رأس کی قرار میگیره؟ جهال قرار میگیره. سنت بدعت میگه، بدعت سنت میگه. امروز ببینی تلویزیون و رادیوها را چی میگه؟ نوروز آمده رایسته، نوروز، عید زردشتیا، عید مجوسیا، به نامهای مختلف دنیای کفر سری ملت کار کرده رایسته. این عید، این عنعنات باستانی و نیاکانی چند هزار ساله ماست. به کدام عنوان تو را فریب میده؟ او مسلمان، تو پیروی کتاب الله و سنت رسول الله هستی. بله، به خاطر امی گپا ملای ناملا میخیزه، امی گپا را تایید میکنه. ما او را ملا نمیگیم، اون ملا نیست. پیش از او دین اهمیت نداره، پیش از او دین ارزش نداره. با پیش اون ملاهایی که فقط متاع دنیا، منزلت دنیا، نعوذ بالله موقف دنیا ارزش داره، و هم دین. در پیش رویش لعن به معاویه گفته میشه، و پیش رویش لعنت به غاصبین که ابوبکر و عمر میگه برش گفته میشه، و این برش نشسته است خندگه کام میکنه. ما دیده
بری از پیش سوال بکنه. خود سلف دیگر روز باز این جمعیه رفع الیدین میکنه. دروغ نگو منافق. تو قدر رفع الیدین کی میدونی؟ پیش تو کی حیثیت داشت؟ بان کس گشنگی بموری در یک پهنتون قبول نشوی، هیچ تو را استاذ نگیره. بان که پیش الله سند باشه که یا الله به خاطر ازی که به موقف سلفی خود قایم بودم، چاپلوسی طاغوتا را نکردم، من همینطور گشنه رفتم از دنیا. بان که سند برد باشه در روز قیامت هم اینقدر گردن بلند بخیزی، برات معلوم شوه پیش الله متعال، الله سند قایم کنه سری تو. چرا خدا باختیم؟ چرا خدا نعوذ بالله از به یک نماز خلاص نمیشه؟ میره یاد داشته باشه که به یک نماز تو خلاص میشه. ایست که امام هستی، مردم هم احترامت میکنه، ولی مواقف دین بشناسی، مرزای دین بشناسی، ارزش دین بشناسی، حیثیت دین بشناسی. اینی طور علمایی که واقعا از قرآن و حدیث پیروی میکنه باز باقی نمیمانه، باز جهال میباشه، فتوا میده، خودم گمراه مردمم گمراه کده رو ایسته. چرا به قبرها سجده میشه؟ جنده سخی کی بالا کرده؟ در کدام دین، در کدام مذهب، در کدام جای آمده؟ اصلی ریشه از کجا شروع شده؟ کی بالا کرده؟ لیکن ملای درباری بیدین ما میبینیم کمی کارا را تایید کرده رو ایسته. در کدام دین است؟ پیش کنه یک سنده. عنوانای مختلف دیگر را برش میده، حیثیت ها را برش قائل میشه. بهار است امسال، خیلی بهار در ماه دلو شد. حالی چطور میکنی ملا؟ امسال خو بهار این در دلو شد، در دلو در سری کو برآمدی؟ والا مردم که میره در دلو رفتی در مزار، در کجا رفتی؟ خود تو بله پیسه تا بگی خیر است، از امو شبکه بگی که او همیشه صحابه را تعن بگویه، لعن بگویه. خب پیش الله رفته نیستی. عزتی تو انشاءالله اینطور پایمال شوه. اینجا هم پایمال میشه. اینجا ملتی که بصیرت داره، ملتی که بیدار است میشناسه که تو کیستی و این فتوا را از کجا میدی و چه قسم میدی. حالی الحمدلله مردم بسیار بیدار شده، میفهمه گپاره. علما باقی نمیمانه. منظورم چی است؟ که ما خود در مسند مفتی قرار ندیم، به یک حدیث خواندن و به یک آیت ترجمه کردن خود مفتی قرار ندیم. آلی خدا مرجع فتوای کفر، فتوای وضو نه که میده شده یا نشده، فتوای از اینه که نماز فاسد شده یا صحیح شده، فتوای کافر شدن یک کسی را میدی که حکم میکنی که کافر است. کافر چی مانا؟ تو حکم کردی که جهنمی است. میفهمی یا نمیفهمی؟ درک بکو. 4 موانع تکفیر ما گفتیم، 4 موانع تکفیر ما گفتیم. یک آدم کافر گفتن بعد از اینکه موانع پوره شوه، یک سخن و عمل کفری را انجام بده، بعد از او کافر برش میگی. شرط باز شرطی کفر پوره کرده باشه، بعد از او تو کافر گفته میتونی. یاد داشتی؟ خوانده بودی در کدام جای؟ همین مطلب خوانده بودی؟ یک کسی که تو نوشته کردی در فیسبوک، یک کسی که تو در واتساپ نوشته میکنی، در وایبر نوشته میکنی، ورق چاپ میکنی، دیده بودی همین بحثا را؟ خوانده بودی؟ پیش کسی زانو زده بودی؟ نه. محصل هستم، از طب فارغ هستم، از این کامپیوتر ساینس، لیکن مفتی هستم. نکو، این دین است. دین گپی مذاق نمی باشه. دین مرکز ملعبه و نعوذ بالله ساتیری نمی باشه. دین حیثیت داره. یک کلمه که از دهنی تو خارج میشه بفهمی که کلمه از کدام حیثیت، از کدام مرکز خارج میشه، با کدام عنوان خارج میشه. اینطور فتواهای ناحقه سر هر کس نده. از الله متعال طلب دعا بکو که الله از تو، از زندگیت، از اعضایت، از وجودت خدمت دین بگیره. ما میبینیم بسیار مخلوق است ده هوام پرواز بکنه علمش، اما الله از وجودش خدمت دین نگرفته، در خدمت طاغوتا قرار گرفته،
در خدمت او مردمی قرار گرفته که اولین دشمن دین هستند. خدمت دین از پیش نگرفته. انسان باید بترسه، از الله متعال سوال بکنه که یا الله عمر مرا، وقت مرا ضایع تیر نکنی، در خدمت دین تو قرار بده. این دوست خود انسان نیست. خود انسان تلاش میکنه، میبینه قلب تو را که چه رقم نیت داری، چه قسم اراده داری، الله برات زمینه را مساعد میکنه. اسباب چه قسم استعمال میکنی، الله برات مساعد میکنه. بسیار سخت است، عمر تیر شده نیست. این روز مرا میگذره، خودت چی میگذره، برای چی میگذره، برای کدام هدف میگذره، این خیلی اهمیت داره. هر انسان فکر بکنه چی از دستم میاد. من امروز جمعه صبح تا اینمی پیشینه چی خدمتی به دین کرده میتونم، در کدام ساعت. یک روزی خودم محاسبه میکنم چقدر منفعت ما به دین رسیده، از کدام ناحیه ما خدمت کردیم، از نگاه دعوت، از نگاه تعلیم، از نگاه تدریس، از نگاه کمک با مظلوم، از کدام نگاه. ببینیم فقط جور شم شمشیر حجاج باشم خلاص، این کله را زده برو، کله را زده برو، امی رقم باشم، چه قسم باشم؟ فکر بکنیم که عمر ما چی است، کدام سرمایه است، در چی بگذرانیم. چهارم چی؟ اکراه است. وقتی ما کم مانده در مورد اکراه انشالله در جمعه دیگه گپ میزنیم. امروز یک مانع فقط خطا بود. اگر یک انسان خطا میشه در سخن خود یا فعل خود از قصد قلبش نباشه، نمیتونیم کافر. الله برش کافر نگفته، الله مؤاخذه نمیکنه، ما تو از کجا مؤاخذه کنیم؟ چهارم مانع اکراه باقی مانده، به زور یک کسی را مجبور کردن کلمه کفر بگوید، کار کفر انجام بده. آمده نیست. جهل خواندیم، تأویل خواندیم، خطا را خواندیم. چهارم شام اکراه است. هرگاهی چهار موانع نباشه یک آدم باز اگر عمل یا سخن کفری بگه بعد از او کافر میگی. البته منظوری ما این نیست که کسی کافر باشه برش کافر نگوییم. کسی را که الله و رسول الله کافر گفته باشه را کافر میگیم. میایه در آیتی و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اونجا تشریح میکنیم انشالله باز براتون معلوم میشه که کی کافر است و کی نیست. الله متعال استقامت درسته، رفتن به منهج سلف نصیب ما بگردانه. ما معتدی جور نشویم، تجاوزگر نشویم، خودستا نشویم، تکبر و غرور به ما را نده که خود خیلی بالا بتراشیم کل مردم مرچه بری آدم معلوم شوه. الله از این طور اوصاف ناشایسته کل ما و شما را نگاه کنه. بارک الله لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور.